نشد کن. چقدر کالمی تیزود شد. تیزو شد کن. چیگه پس بیشرف طالات بیادر میخوایم رایت گپ بزنم. من امروی مرده ها گپ نمیزنم بچیم. نام او دیگه طالات نیست. گم شو برو از اینجا. گفتم برو گم شو. پیلوت علی را شناخت آقا. سر طالات اقرار کرده. میفهمم خبر دارم. طالات بی غیرت. در وقتش باید نمیماند که آدم زنده وانه. با طالات با دل کارش نشان بده. هرچی که شما امر کنین. بس از دیگه از تو خواهش میکنم دخالت نکن لطفا. میرال نه که میخوای خدا بعدستا بیاب بسازی. با ملالی چی خواد گفتی؟ هرچی لازم باشه امو رو برش میگم که به دخترم ناق امید نتی. برش میگم دیگه به دواخانم نیا. حتی برش میگم ات بشوری دروازه امام تیر نشی علی هات. هرچی دادانم بیای برش میگم نیکم از میترسم ها. میرال او آدم خود کدام کار نکده. اگه دخترم عاشق ملالی شده دیگه گناهی او چی است؟ حساب چی ازش پرسان میکنی؟ ما به خاطر دخترم هر کاری را میکنم. اگه تو مادر او هستی باز من پدرش هستم. به خاطرش دنیا را میسوزانم. اما این کار تو هم دیگه مانا ندارم میرال. باندیگه پس بگو که من میترسم. نخیر، نامی ترسیدن نه شرمیدن است. ببی اصلا در پشت دروازه و آدم رفته کار نکنی ولو بلا که امی لحظه طلاقت میتم. همه قدر سفدا صبر کو. یک دقیقه صبر کو. صبر. هر دوتان میفهمیدین اما بازم به من نگفتین. افسوس به هر دوتان. سفدا صبر کو. کجا میری؟ قسم تفلاواره. ده سال تفلاواره خوش شماستین که فکر میکنین با او آدم کار کردم میتونم. آی خواهر اویگار خود کدام آدم بده نیست. او خوبی کل ما را میخواه. بله یعنی دی چی گپ از کل ما یک جای بخوش اینجا کار میکنی. تو چرا گپ دراز میکنی؟ یعنی چی که دراز میکنم ها؟ قربان میگم میخورد از تو چطور همه را دیده نمیتونی؟ تو چه؟ سفدا چی گپ شده؟ یعنی چی شده؟ او آدم سرمایه گذاری کرده رفته یک شرکت خریده مدل و شرکتم تو هستی. نه کدام سرمایه گذاری نیست. فهمیدی کدام سرمایه گذاری نیست؟ نه که کدام سند دیدین کلش دروغ است. شما چطور این گپ حالا نفهمیدین؟ خواهر جان آدم چرا باید دروغ بگه؟ با ما گفته بود که سر شرکت سرمایه گذاری میکنه. خب استاد مشهور شما دیده تا نیستین؟ یعنی کاری را که کرده همراه من هیچ ربطی نداره همونطور است؟ نه ندیدیم اما اگه لازم شوه میبینیم. خواهر سینا بان که بره یک بار قارش بشینه بعدن باز فکر میکنیم که چی کنیم. بیا ما از پیش روی دکان تیر می شدم. سیمیت تازه پخته کرده بودن. تو خوش داری نی؟ گرفتم گفتم شاید بخوری. گوشنا نیستم زنده باشی.
دخترم زیاد قلبت شکستن ماموت نیست؟ کت پدرم گپ زدم به خانه علی نرفتی، اما اگه میرفتی هیچ وقت نمیبخشیدمت مادر. بیازو مام با مخاطر نرفتم دخترم. تو مرا چی فکر کردی؟ من تو گپارا میذارم اما به ایمان خو نیست که برم دخترم. من فقط وقتی دیدم تو قدر درد میکشی بازمانی خود شده نتونستم. ما هیچ وقت نمیخوایم عشق که امکان نداره پشتش بدوی دختر مقبوله. میفهمم ای که چه فکر میکنی، میفهمم. خوبی مرا میخوایی، ای را میفهمم، اما خواهش میکنم کوشش کو کم مرام در کنی مادر جان. خیلی چی کنم، او را دوست دارم. اگه مرا نادیدم بگیره، اگه طرفم سیلام نکنه، بازم دوستش دارم. بجز از صبر دیگه هیچ چیز از دستم نمیایه. من چند شو شنیدم که تو گریه میکدی. ای که بارانا من نوشتی او را پاره کدی دور هنداختی دخترم. تو میفهمیدی؟ میفهمیدم. بالاخره من مادرت هستم. مادرها میفهمن، میبینن. گپ مادرت بشنو با یک بار. از علی به تو خیر نمیرسه دخترم. اگه او قسم باشه مادر، پس ما باید ایره بفهمم. علی؟ علی؟ اسره که نسبت به تو دارم بیشتر از این پت کده نمیتونم. تا رامو صبح روز اولید که در منطقه دیدم خوشم آمدی. به خاطر که به خواستای تو احترام گذاشته باشم، همیشه در یک کنار از زندگی تو قرار گرفتم. تا را از امو وقت دوست دارم. منتظرت هستم. ایره خو نوشته کردم اما از تو انتظار ندارم. یعنی که او را اینقدر دوست داری؟
خاطر اینجا آمدم چون چیزی که مستحقش نبودم برام گفتی. حق با جانب استین خانم سفدا. ضرور نبود که هیچ کدامشان براتون میگفتم. فراموشش کنین و برین. حق با تو بود علی. نمیفهمیدم که او شرکت اویگار خریده. اما نه خبر شدم. حتی از برکت تو از این گپ خبر شدم. واقعا برات راست. ببینین خانم سفدا، زندگی کاریتان یا زندگی شخصیتان هیچ کدامش مربوط من نمیشه. با او خاطر همراهی هر کسی که میخواین کار کردن میتونین. هیچ لازم نیست که برام توضیح بدین. خب وقتی قسم است استاد علی، خب باز چرا تا پشت شرکت و قسم زحمت کشیده آمدین؟ از دیگه طرف باز چرا قار بودین؟ من براتون خوب گفتم، به دادن پول آمده بودم. حالا اگه اجازهتون باشه من میخوایم کارای من خلاص کنم. البته کارتان ادامه بدین. بالاخره هر کس باید متوجه کار و روزگار خود باشه. هموت نیست؟ کاملا هموتر است. خوب است. پیلوت، میفهمم که نمیخوای امرای مگه بزنی، اما به خاطر که راز ما به تو گفتم تشکیلات مرا زنده نمیمانه. مرا خواد کشتن پیلوت. بمیر مردار شو. با ما چی؟ های پیلوت چرا نمیفهمی؟ بیبی کمکت میکنم که از اینجا برایی. بچم کی برات گفته که ما به کمک تو ضرورت دارم؟ ما به زودی از اینجا آزاد میشم، فهمیدی؟ های گپ ما بشنو. میگم او آدما نیتارن مرا زنده میمانن. گپ فهمیدی؟ بچم او آدما دیگه کی هستن؟ تو چرا از او آدمای قدر میترسی؟ صبح آزاد میشی. با این آدرس بود. از ما فقط گفتن بود. دیگه هیچ چیز نمیفهمم. کی تو رو روان کده او آدم؟ صبح آزاد میشی. با این آدرس برو. از ما فقط گفتن بود. دیگه هیچ چیز نمیفهمم. روز خوش. تو پیش علی رفته بودی؟ یک مشکل بود به او خاطر رفته بودم. نامه نیست. یعنی خواندیش؟ بفرمایین خانم دویگو، کدام چیز کار داشتین؟ نه، ما راستش خدا داده کار داشتم. خسته نباشین. نخوانده. بله مادر. سفدا؟ جان مادر تو گریان میکنی؟ نه گریان نمیکنی. چی شده جانم؟ مادر به من خانم سفدا گفت. کسی حال رسمی گپ میزنه. کی؟ علی
علی سرم زیاد قارس بسیار سرد رویه کرد. رسما مرا از زندگیش بود کرده. حتی نمیخواد گپ ما گوش کنه. جانم یک دانیم گپ ما گوش کن لطفا. مام نمیفهمیدم میگه او شرکت اویگار خریده بود. نمیفهمیدم. موضوع فقط اویگار نیست جان مادر. تو آدم باید از زندگیت بیرون کنی. حالا که از تو دل کنده ای قسم ازت دور شده دیگه تو اموره نبی دخترم. دلیلش خو میفهمی جان مادر اما تو نیست. میفهم حداقل مرا آدم بد فکر نکنه. اینه طاقت نمیتونم مادر. بیازو از خاطر کار پدر ما از هم جدا شدیم. صحیح تو هم قبول است. مگه حداقل درباره ما فکر بد نکنم مادر. مرام پریشان نساز جان مادر. حالا تو کجاستی ها؟ من پیشت بیایم تو را خانه بیارم. ضرور نیست. باز بدن گپ میزنیم مادر. ما بدن زنگ میزنم. درست است جان مادر. خیریت از خدا داد چی شده؟ نمیفهمم چی شده. تو حال مرا تعقیب میکنی؟ نه که قارت آمد. بله. خیلی تو کس من از پشتت نمیایم کدت گت قدم میزنم. تو دیوانستی ها چرا باید که تو قدم بزنم؟ خیلی چی کنم؟ اما قسم استاد باشم. چه قسم استاد باشی؟ ای قسم استاد شویم که چی شب خدا داد؟ گپ میزنیم. درباره چی گپ میزنیم ها؟ درباره یگان چیز گپ میزنیم. مثلا صدقیت بچسبم نام مرا تو از کجا میفهمی؟ پیشتر خدا داد گفتی نه؟ دی منطقه تو کسم است که نام تو را نفهمم. تو دی منطقه زندگی میکنی؟ بله. خیلی من تو را قبلا ندیده بودم. اینجا نبودم در ازمیر بودم در پنتون. اما ملوده چرا ایگه پاره به این میگم. تو از من چی میخوایی؟ الا برم بگو. من خواهی چیز نمیخوایم. تو از مگه کدام چیز میخوایی؟ برای چی بخرم؟ برات گل بخرم؟ آی با کدام مناسبت؟ صبر 2 دانه گرفتم میارم. تو دیوانستی همه گل مل نمیخوایم. حلوا بخرم؟ حلوای چی؟ حلوای تابستانی. اسکی بیا. ازگی گفت. نامکش ازگی است. ازگی جانم. خدا داد. دویگو خواهر؟ خدا داد. گوش کو چی میگم. ما یک گپ میگم اما این گپ بین خود ما باشه درست است؟ باید بین ما باشه؟ سایز باشه بگو دیگو خواهر. ما در دکان استاد علی یک نامه مانده بودم. باید معلوم کنی که او حالا کجاست. سایز خواهر. ما از مولا علی پرسیده دوباره پیشت میایم. نه بدونی که از کس پرسان کنی باید پیداش کنی. یعنی ضروری است باید پیداش کنی. سایز خیمه نامه را پیدا کردم میایم. اما گوش کو. امی که او را پیدا کردی به کس نشان ندی مستقیم به ما بیارش. گفتی به هیچ کس نشان ندم؟ سایز خدا کنه که در دست کس دیگه نفته. نه خدا داد چی میکنی؟ چی رو میپالی؟ هیچ. دویگو خواهر گفت که به کس نگویم که اینجا یک نامه سوره میپالم. گفتی نامه؟ نامی چی؟ گفتن نمیتونم مولا صاحب. دویگو خواهر گفت در بین خود ما باشه. خدا داد این خو میبینی کدام نامه ماما نیست. خیمه پس پیش دویگو خواهر میرم میگم در اینجا نامه ماما نبود.
ما برات نگفته بودم که سر دل خود کدام کاری نکنی و بچه. کمی آیسته، مهمانایم در پایین هستن. حال مهمانت هم گفته بودم. از اینکه اینا را در خانه نان میتی بس نبود که باز رفته او شرکت خریدی که دخترشان در اونجا کار میکنه. تو میخوایی چی کنی ایگار؟ نه که فکر کردی با این قسم کارایت او دختر عاشق تو میشه؟ کاکا، به خاطر بدست آوردن سفدا بسیار نزدیک شدیم، دخالت نکن. اگه من دخالت نمیکدم تو مرده بودی ایگار. تو را همی دیروز از دستالی نجات دادم، چقدر زود فراموش کردی. از خاطر او دختر خود از ذلیل نساز. فقط دلیل زنده بودن من او دختر است کاکا. طرف ما بیبی ایگار، عقلت سر جاش بیار. اینا را باید از اینجا روان کنی و هم زود. او شرکت هم پس میفروشی، فهمیدی؟ کاکا، کارا تغییر کرده. سفدا از این بعد علی را دیده نمیتونه. علی بعد از این حق ما هیچ کاری نمیتونه. ایگار، یک بارم که شده عاقلانه فکر کو. خود از بلندی پایین مندازی اما میگی نمیمورم. میموری بچه، میموری. نمیخوایم هم تنها کسی که وارثم است جسدش گور کنم. گوش کو چی میگم، که تو دختر و خانوادهش ارتباطت کاملا قطع میکنی. اما ما برم و قرار داده بیارم، بهتر است یک بار بخوانی. نه خواهر، پیداش کرده نتونستم. مولا علی هم نمیفهمه. سعیس سفدا خواهر، خدا داد. سفدا خواهر، نام دویگو خواهر گم شده. تو اون نام رو دیدی؟ من نمیفهمم. ندیدی؟ این ببین سفدا جان، در اصل مشکلی است. ببین در اینجا چی نوشته کرده، اگر این قرار داده فسخ کنی 500,000 لیره باید بپردازی. دایی چی گپ است؟ تو چه کار کردن میتونی؟ آسان است که خدر پول با کار کردن بپردازی. آقا ایگار تصمیم گرفته که پول بپرداز، زمانه تو شده. اینه که تو میخوای قرضدار او شوی دختر. امی قسم بهتر است. سعیس بس است دیگه. دیوان همیشم دلم بیخی تنگی گرفت. سفدا خواهر قربانت شم، کدام چیزی شده؟ آی با تو چی ها؟ تو از اینجا برو، زود شو، عجله کو. گفت برو. آی خودت میایی کار کنی چطور؟ خدا داد نرو، صبر کو. آفرین به خدا. بعد از دختر تو با جایی که به این آدم فکر کنی، به او آدم فکر کن که بیکار میمونه. چطور یعنی؟ ای چی ربطی به ما داره ها؟ آی قسم ربط داره که این شرکت غرق شده بود، فهمیدی؟ با آمدن تو نجات پیدا کرده بود. تو حالا اگه ایره فسخ کنی اقدر انسان ها بیکار میشن. فکر میکنی اونا آرزو ندارن؟ اونا هم دقیقا مثل تو آرزوی داشتن یک خانه خوبه دارن. سعیس بخیز میریم. کجا؟ میرم که تو ایگار گپ بزنم. تا وقت خلاص شدن پروژه در شرکت هستم، اما بعدش هر کس باید برای خودش بره. آلیس، آی میفهمیدم بسیار دوستت دارم. زود چو که بریم، عجله کن. اینا را بگی؟ حق با او آدم است. آمدیم در قصر آقا اویگار زندگی میکنیم. حالا کاکایشم سر اویگار قار شده. چی میگی ها؟ چی میگفت؟ میگفت شرکت بسته کن، هم از این خانواده هم از دخترشان دور باش. توبه ای آدم از ما چی بدی دیده که تو میگه ها؟ در پشت دخترم هم چرا گپ میزنه؟ چی بفهمم کوکسال، فقط گفت اینا رو از خانه بیرون کن و از علیان بسیار میترسه. از علی کی است که نترسه خیریه؟ کوکسال
بیبی کوکسال، مشکل اولادای ما حل شده. ما دیگه از این خانه بریم چی میشه کوکسال؟ سفدا او آدم هنوزم میبینه یا نه؟ نه جانم، دیدن چی نمیبینه. او موضوع بسته شد کوکسال، خلاص شد. آی گپای کاکای ما به دل نگیرین. دی روزا حتما کمی قارست از خاطر اوت یک چیزم امکان داره آقا. ای ده اصل شما به دل نگیرین آقا. گاریانی کلی چیزا به خاطر ما شده. ما بیازو میخوایم که سبا به خانه خود بریم. اما تو نیست کوکسال جان؟ البته بله. آی اتو کدام چیزم امکان داره؟ چند دفعه براتون گفتم که اینجا خانه شما هم حساب میشه. لطفاً اویگار بیادر، خانم چیدم زنگ زده بود، گفتن یک پیشنهاد نو آمده. از اون خاطر خواستم برم یک بار از زنسیک ببینم. ببین شیر بچیم چطور کاراش صحیح پیش میبره. این بچه مثل الماس است. حالا بدو ببین که اونا چی میخواین. درست است. برو بخیر بری. سینان در رابطه با اتفاقات شرکت به شما کدام چیزی گفته؟ یگان چیز گفت. اگه میخواین که ما برتان کلی چیز بگویم تا که شما با خبر شوین، بریم بشینیم. بیاین. خانواده اطلاعات اختطاف کردم پیلوت. با او بگو اگه گپ نزنه کلشانه میکشم. کلشانه. طالات دیگه گپ زدن نمیتونه بدهد. یعنی چی که گپ زدن نمیتونه؟ باید گپ بزنه. مرد. چی؟ تشویش نکن. اما ما از او بازجویی کردم. ای که قاتل ارنیکو کی است ایران فهمیدم. کی است؟ قاتل پدرم کی است؟ پیلوت بگو بچه را گرفته بریم کلشان از بین ببریم. قاتلای پدرم کیا هستند بگو پیلوت. نظر به گفته او طالات تنها یک نفر است. چی؟ گفتی تنها یک نفر؟ بله. یعنی یک آدم تک و تنها. ارنیکوی بزرگه با قدر نفرش از بین برده میتونه لوده. با تنهایی کت قسم میخورم. علی هرغلو کی هستی علی هرغلو؟ دو وقتا ده دولت کار میکرد. حال همه چیز علاقه ده. او کارا را نمیکنه. حال پابندی مسائل دینی شده. حتی با نام ملای استاد صداش میکنن. وقتی از اینجا آزاد شدم باز برات میگم. نه پیلوت حاله برام بکن. گپ دراز نکویدت. گفتم وقتی برآمدم میگم. پیلوت من منتظر بودن نمیتونم. هم یاله برام بکن. گفتم وقتی برآمدم میگم. پیلوت منتظر برآمدنت بودن نمیتونم. هنوز جزات قطعی نشده. معلوم نیست چند روز دیگه بندی خود بودی. بگو پیلوت زود شو برام بگو. صبح آزاد میشم ودت. چطور؟ یک نفر مرا صبح از اینجا آزاد میکنه. یکی کی است نمیفهمم. اما وقتی برآمدم خود فهمیدم. خب دیگه آقایان ملاقاتتان خلاص شد. بس از دیگه. ودت بدارم. تا صبح صبح خداحافظت. متوجه خودت باش. خدا داد؟ ملا صاحب سفدا خواهر دیدم زیاد جگرخون بود. زیاد گریانم کرد. بسیار گریان کرد. میگفت دیوانه شدیم. دلم تنگی گرفته. مام زیاد جگرخون شدم. در کجا دیدیش؟ در پایین در باغچه چای. کتش توکچه خواهرم بود. میگفت اگه قرارداد فسخ کنی باید 500,000 لیره بپردازی. آفرین توکچه. در کارت موفق شدی. برات اقدر پول بتم که هیچ جمع کردن نتانی توکچه. چند دقیقه بعد میایه کتت گپ میزنه. صحیح. باید قطع کنم.
اینجا چی میکنی؟ پشت تو دق شده بودم. بگو باز چی میخوایی؟ سیفدا دی شرکت تو کار میکنه اویگار؟ امکان داره. دی چی گپ است؟ کار کردن کسی که از تو بدش میایه دی شرکت به نظرت کم عجیب نیست؟ نه چرا عجیب باشه علی. رابطه ما و سیفدا کاملا خوب است. تو را با چی تهدید کردی اویگار؟ ما چرا او را تهدید کنم؟ با ما چی فایده میرسانه؟ سر کسی که با زور کار کنی فقط نفرتش زیاد میشه. به خاطر قرارداد تهدیدش کردی اما ترس از او ترساندیش؟ تو قبول کردن نمیتونی اما تو نیست. ای که سیفدا کت ما کار کنه قبول کردن نمیتونی. اما قبول خواد کردی علی. تو از ای بعد بسیار چیزا را قبول خواد کردی. متوجه باش. حتی در فکرت هم نخواد گشت. بخیز بیشرف. بخیز با ما حقیقت بگو. اون حقیقت لهوجست. مثل او انسان معلوم میشه که هیچ از کارش خوش نباشه. میبینه سیفدا بدون تو کاملا خوش است. کسی که سیفدا را جگر خون میکنه من نیستم. او تو هستی. و کسی هم که به نجات دادن نیاز داره سیفدا نه. تو هستی علی. خوش آمدی. بیا بیشی. ضرور نیست. آمده امرت گپ بزنم. سایس گپ میزنیم. تا وقت پروژه خلاص میشه تصمیم گرفتیم کار کنم. خوب است. تصمیمت درست است. فقط این کار من هیچ ربطی به تو نداره. ایره بفهم. به خاطری که این شرکت یک روز بیشتر از این ضرر نکنه و کارمنداشم از روزی نمانن. و البته مهمتر از همه ای که دوباره از تو قرضدار نشم قبول کردم. گپا گرفتی یا نی؟ بله سیفدا. پروژه که خلاص شد این کارم خلاص میکنم. سایس هر قسمه که خودت بخوایی. خوب است. ملا صاحب زنده باشی زیاد مزه دار است. نوش جانت خدا داد. ملا صاحب از سیفدا خواهر کدام خبری است؟ نه دیگه ضرور نیست. با چی ضرور نیست ملا صاحب؟ به هیچ چیز. اما تو سیفدا خواهر دوست داشتی نه؟ خدا داد. این گپ دیگه از کجا شد؟ وقتی رسیده که باید چانه ببینم. خیلی به زندان میریم ملا صاحب؟ سبا یک بار به زندان رفتم میبینیمش. ایره باید بفهمیم که نام کی را به ما دروغ گفته. ببینیم که به ساز کی میرقصه. از اونجام شاید یک را به خاطر رسیدن به بیادرم پیدا کنیم. انشالله ملا صاحب.
وایس. یک نفر کی هستی و با کی کار میکنی ایرا نمیفهمم، اما طالات بیادر ماده اینجا با دست یکی کشته شده و تو آماران بودن نمیتونی. تو به تشویش من نباش، من به از او صبح آزاد میشم. تو خمی امروز آمدی، صبح کجا آزاد میشی؟ اینجا را خانه خاله فکر کردی چی بالا؟ حالا دم بکو دولک جمع کو بچیم، حالا که تو بازی کده نمیتونم. تو کی را بچه میگی ها؟ احمق! اگه نمیخواین که استخوانه تان رو میده کنم پیش نیاین، در جایتان ایستاد باشین. برین گم شوین. مولا صاحب آقا کرد آمده. چند قماره تنابان. مولا صاحب آقا کرد میخواه تنها باشه. بیا که ما تو چند دقیقه بیرون بریم. بیا زود، دلم در خانه تنگ شده، کمک هوای تازه بگیریم. تو از اینجا برو، خدا داد من اینجا می باشم. صحیح است مولا صاحب. بگو مشنم، میخوای چی بگویی؟ تو امرای وعده کرده بودی چانه نباید میکشتی. چان مرده؟ علی کتمه بازی نکو. کسایی که امرای ما بازی کردن حال در دنیا نیستن. چرا آدم کشتی؟ تو چرا قدر آرام هستی؟ هرچی که تو بگی من تو میکنم مولا علی. کسی هم از پیشی تو فرار کده میتونه؟ کسی را که بخوایم بکشم باز با پلیس چرا تسلیمش کنم؟ ها؟ اگه میکشتمش خب میگفتم که کشتیمش، مرا خب میشناسین، دروغ نمیگم. وقت گفتی که آن مرد باز ما قسم گفتم دیگه. اگه نتوان میفهمم که تو دروغ نمیگی. خب چه قسم مرده؟ گزارش دادن که خودکشی کرده. با غیر از تو دیگه هیچ کسه جرأت نمیتونه که در زندان بره و نفره بکشه. باز بگویه خودکشی کرده. از این معلوم میشه که دیگه نفرام هستن که میتونن این کارا را بکنن. نه، اگه تو این کارا نکرده باشی گزارش خودکشی راست است. چون با من دروغ گفته بود. چه قسم دروغ؟ گفته بود که سینانه نمیشناسم، اما دهوزن نامش داد. بعد از گذشت چندین سال دفعتاً در زندگیم آمد و به زودیام از زندگیم برآمد. مثل کسی که وظیفه خود انجام داده بعدش رنگ خود گم کنه. تو آمق بجا نبستی، اما این موضوع به من کم عجیب معلوم میشه. بیا که چند دقیقه با هم گپ بزنیم. ای که جهان ما کشته مو خود کدام چیز نفهمید نه آقا؟ نه، اما
باور داره که کسی چپ ساختش. بیادرش پیلوت سبا بادرسه که گفته میایه یا نه؟ باز میبینیم. اما اگه نبیایه با دیلش هم میپردازه. قسمت بعدی. تو پول را که به حسابم روان میکنی آماده بساز. من حالم میبرایم. علی دیگه هیچ وقتی حتی طرف سیفدا سیلام نخواد کرد. از زندان آزاد شدیم تو خوش نیستی همون درست ها؟ تو وقتی قار میکنی کل دنیا سرم تاریک میشه.